نظری مرحمتی یار فتاده تا از نظری مرحمتی یار فتاده چون شیشه خالی زی شراب از دل ما چون شیشه خالی زی شراب از دل ما آسوده از طوفان کنارم در این بحر مانند صدف در ته آب است دل ما ره دور و رفیقان همه رفتن به منزل فریاد کی شد روز به خواب است ما قصاب صد افسوس که در پرده غفلت قصاب صد افسوس که در پرده غفلت عمر است که در زیر نقاب از دل ما عمر است که در زیر نقاب از دل ما چون شیشه خالی زی شراب از دل ما درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و به برنامه امروزه فضا
یک نفر آوازخوان جوان آموزگار دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونزاده قابل جان شریفوف تشریف آوردن که من حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگم و شما چون که در آغاز برنامه شاهد یک ترانه جذاب ایشان گردیدید. قابل جان مهارت اجرای سرودهای اکادمی نیز دارند، زیرا در کنسرواتوار ملی تاجیکستان 6 سال انقریب در رشته 6 مقام تحصیل کردند و بعدتر آوازخوانی اکادمی رو نیز مکتبش رو گذاشتند. خب درود میگویم به شما، خوش آمدید به برنامه. خب سراول اگر درود پیام به بیننده ما دارید، همین دستگاه نواربرداری ما در اختیار شماست، میفرمایید. سراول سلام و درود خود را با کل بینندگان برنامه تلویزیونی سفینه میرسانم. سلامت باشید. خب تشکر. چون که ما در آغاز برنامه اشاره کردیم، شما یعنی هم آوازخوانی اکادمی رو مکتبش رو گذاشتید و هم موسیقی کلاسیکی ما رو. خب چرا تصمیم گرفتید که باز مثلا صنعت اپرا رو از خودم آید؟ پس از ختم مکتب میانه حجتیام رو به کنسرواتوار ملی تاجیکستان سپرده به شعبه آوازخوانی عنعنوی یعنی 6 مقام داخل شدم که استاد اولین من صباح نجمیدینов هستند که بسیار مینتداری خود را از این منبر بلند به ایشان میرسانم برای بنده تمام نازکی های آوازخوانی عنعنوی یعنی 6 مقام را به من آموزانیدند. پس از ختم کنسرواتوار سال 2015 با خواهش خود و با مصلحت های یکچند استادان از جمله استاد عزیز من ارباب هنر جمهوری تاجیکستان قدرتالله یحیی‌زاده و من بسیار مصلحت های مفید دادند که من باید که آوازخوانی اکادمی را نیز از خود نمایم و سال 2016 باشد به کنسرواتوار برای معلومات دوم داخل گردیدم و در نزد استاد عزیز میرعلی داستی‌زاده شعبه آوازخوانی اکادمی را نیز با موفقیت به اتمام رساندم. و 6 مقام اکادمی موسیقی تاجیک است و اپرا مثلا اکادمی موسیقی اروپایی. چه تفاوت ها دارد برای یک نفر آوازخوان آموختن این دو ژانر مشکل نیست؟ عموما اگه تفاوت در میانش هست یا نه؟ بله بسیار مشکلی های زیاد دارد، برای آنکه موسیقی 6 مقام نیز یک شاخه ها و جنبه های بزرگ خود را دارد و آوازخوانی اکادمی نیز بسیار مشکلی های خود را دارد. من خواستم که از همین دو موسیقی در حقیقت مشکل برخوردار باشم، خواستم که هر دوش را از خود کرده باشم. چه تفاوت دارد اصلا مثلا مقام رو با کدام آواز میخونن و اپرا رو با کدام آواز اجرا میکنن؟ آوازخوانی اکادمی اصلا انا با زبان موسیقی میگن رزوناتورهای سر و بعضی مشق و طرز خوانش های خود را دارد، اما آوازخوانی عنعنوی نسبتا سبکتر است. نسبتا سبکتر است. با فکر من نسبتا سبکتر است. خب شاید که شما مثلا 6 سال خوانده در این رشته و متخصص این ساحه شدید و یک باره از یک قالب دیگر و قالب دیگر گذاشتید، برایتون سخت بود. این امکان دارد؟ شاید بله. و فکر میکنم که در مثلا تحصیل خواندن یعنی همین آوازخوانی اکادمی دشواری ها بیشتر برای شما رو برای شد. بله. چون از یک قالب کلاسیکی دیگر به یک قالب دیگر گذاشتن. بله. فکر میکنم که سخت است برای یک آوازخوان که مثلا به یک چیز عادت میکنی و مدت های زیاد ترانه میخونی ولی یک بار باید قالب رو بشکنی، یک شکل دیگری آوازخوانی باید پیشنهاد کنی. من فکر میکنم که همین برای شما دشواری آورد. بله طول نیم سال بود که من بسیار عذابی سخت کشیدم برای آموختن آوازخوانی اکادمی. حتی دست کشیده هم شدم، یک مدت گفتم که نه تحصیل خود رو ادامه نمیدم. چیزش سخت بود برای شما؟ یعنی همون کشش های آواز یا که ناله هایی که بلند دارد از این دیهاست، نمیدونم چیاش بسیار سخت بود؟ همه‌اش بسیار مشکل بود. اما خوشبختانه بله. و فکر میکنم که یک جرأت است که آموختن مثلا هم موسیقی عنعنوی خودمون و هم موسیقی مثلا اکادمی این جرأت است و از شخص مثلا صبر زیاد طلب میکند که در این سمت مثلا در هر دو سمت، چون مقام نیز خیلی شاخه های زیاد دارد و آموزش را بیشتر طلب میکند. یعنی وقتی که انسان تحصیل را تمام میکند با همین تمام نیست. بله. یعنی باز آموزش و باز فعالیت و جستجو. هر نفری که به جاده موسیقی می رود باید بیشتر بشنود. بله.
تو انمون شنواییش بالا بگیره. تشکر زیاد. و باز چی دستاویز دارید در برنامه ما؟ یک سرود بهر مادران عزیز تیار نمودیم با همراهی نوازندگان چیره‌دست. آهنگ را تیار نمودیم. آهنگش مال کی است؟ آهنگ را با همراهی مطربانی که در اینجا نشستن ما تیار نمودیم. بتوانید معرفی کنید مطربان رو نیز برای ما معرفی کنید؟ بله. شخصا برای همین آهنگ با من یاری رساندگی استاد شریف بختیوار میباشند که ما با استاد بسیار کار کردیم. همین دو آهنگ که از ما در اینجا نصیب باشه زمزمه میکنیم، پیشکش مینماییم با همکاری استاد است و استادان دیگر نیز در اینجا حضور دارن. شما دیده استاد همه اینها با من یاری رساندن و ما یک جای همین سرودها را تیار نمودیم. خب مرحمت بفرمایید. حریری جان براحت گسترم فرمای مادر جان، بدان هستی زیبا هستی اما رای مادر جان. نرو سرمت بیمانو آفتابانه بروی ما، دری فردا و فردایی دیگر بکشای مادر جان. نرو سرمت بیمانو آفتابانه بروی ما، دری فردا و فردایی دیگر بکشای مادر جان. کشایش خواستم در این گذرگاهی گره بستم، دعا کن ای نکوفالی مبارک رای مادر جان. چو بخشیدن صفاتی نازنینی توست از آغاز، جهانو به وفایی ورا بخشای مادر جان. جهانو به وفایی ورا بخشای مادر جان. صبحی آفرینش بارها رفتی و برگشتی، تو میدانی با ما برگوی سری نای مادر جان. مسلا بافتم از تار پودی عشقی بیفشان، مسلا بافتم از تار پودی عشقی بیفشان. هدایت خواهم اینک قبلم بین مای مادر جان. هدایت خواهم اینک قبلم بین مای مادر جان. مادر جان مادر جان، که من از دامنی تو ره گرفتم جان مادر جان. که من از دامنی تو ره گرفتم جان مادر جان. تشکر زیاد کابل جان، آهنگ زیبا بود. و شما غالبی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستید. خطا نکنم در سال 2020 غالبیت را به دست آوردید. خب بیاید از این آزمون گپ زنید که خب سالهای اول آزمون بود. من فکر میکنم که سخت بود. جای چندم را اشغال کرده؟ جای سیوم را از نامینات آوازخوانی اکادمی. خب عجیب، چرا آوازخوانی عنعنوی رو انتخاب نکردید؟
راستی چون که در بالا قید نمودیم اشتراکچیان در ژانر آوازخوانی عنعنوی خیلی زیاد بودن. انا آوازخوانی اکادمی ژانر آوازخوانی اکادمی که بسیار یک ژانر مرکب است. از این سبب اشتراکچیان کمتر بودند. راستی کمتر هم نبودند، خیلی نسبتا کمتر هستند. و شانس غالبیت به دست آوردن بیشتر است. بله، من تنها خواستم که هنر مهارت خود را پس از ختم نمودن همین ژانر آوازخوانی اکادمی تنها خواستم که خود را بسنجم و خوشبختانه سزاوار جای نمایان نیز گردیدم. عموما کدام سازهای موسیقی را اجرا کردن میتوانید؟ راستی گپ ما بسیارتر با فورتپیانو سازهای ملی را اجراش بله چون موسیقی عنعنوی خواندید فکر میکنم که حتما که تنبور نواخته در وقت‌های دانشجویی بله نه دوتار نمیتوانید. در وقت‌های دانشجویی ما استاد جمشید ارگاشف با ما درس تنبور میگذاشتن و ما مینواختیم کم بله هر رباب و ساز کم مینوازیم. امروز دانشجویان را آماده میکنید به آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزم؟ خوشبختانه طول 3 سال اخیر می شود که من هر سال 2-3 نفر شاگرد خود را به آزمون پیشنهاد می نمایم و بودند در بین آنها شخصانی که غالبیت به دست آوردند، سزاوار جایهای نمایان گردیدند و سال گذشته 3 نفر شاگرد من تا دور شهری آمدند و 2 نفرشان در دور شهری میان آزمون سزاوار جای افتخاری گردیدند که این نیست. باعث افتخار است و ما باز حرکت کرده استادیم امسال نیز نقشه داریم که 2-3 نفر شاگرد را به آزمون پیشنهاد نماییم. بله. خب باز چه دستاورد دارید؟ سرود نوبتی ما فیدا گشتم میباشد. چون که در بالا قید نمودم آهنگ را ما یک جایه با همراهی مطربان چیردست آماده نمودیم. متنش از استاد نیهانی است. اجرا میکنیم. خب بفرمایید مرحبا. فدا گشتم مکون هنوم ملامت بنوشم باده از لبهای جامت فدا گشتم مکون تنوم ملامت بنوشم باده از لبهای جامت مکمل گشتم از نظریان چشم مکمل گشتم از نظریان چشم زی طوفی آتشی دل پوخت خامت زی طوفی آتشی دل پوخت خامت بکنجی کلبه‌ی فقرم نظر کن محبت تا دیهد پیک و پیامد زوال نیست عشق و عاشقی را که رسم و آیینم باشد نظامت که رسم و آیینم باشد نظامت کش تیر و کمان آهوی سرمست مجوسنگر که سید افتاده دامد از آن دم غود تور در فکر گشتم بدیدم چون قدی زیبا خرامد بدیدم چون قدی زیبا خرامد مشو مغرور یارا لطف فرما مشو مغرور یارا لطف فرما نهانی را بدی
باشد مقامت نهانی را به دل باشد مقامت. قابل جان، شما که امروز آموزگار هستید و یک مسئولیت خیلی سخت است، همچنین در دانشکده نیز با مسئولیت دیگر دارید که مدیر کافدره هستید که باز این یک مسئولیت دیگر است و همین کارهای مثلا آموزگاری و تردد و کار کردن با دانشجویان با کار ایجادی خلل نمی‌رساند برای ایجاد کردن آهنگ شما کی فرصت می‌یابید؟ بله، بسیار درست قید نمودید. خلل می‌رساند درستی گفت. انا چون که شما قید نمودید بسیار کارها میشد با دانشجویان کار کردن در کار، بسیار مسائل کاری خیلی زیاد است. اما بگاه وقتی که همه میروند به خانه‌های خود میروند، شما دیرتر ما شش تا کار میکنیم. ما حتما شش تا یعنی گروهی هست که بعد از مثلا ساعتی کاری با شما در دانشکده میایستند اونجا با کارهای ایجادی مشغول میشن. بله، ما ایجاد مینماییم. اول خودم شش تا ایجاد میکنم، مثلا با مصلحت‌ها میپرسیم از هنرمندان، از مطربان. بعدا یک جای شش تا کار میکنیم. مطربانی که اینجا هستن به حیث آموزگار فعالیت میکنن در دانشکده؟ بله بله، همشون ما همکار هستیم، در یک جا فعالیت کرده استادیم. بسیار دوستان خوبی من نیز هستند. از اینا بسیار تشکر زیاد می‌نمایم. با دانشجویان کار میکنن؟ هستن دانشجویانی که میخوان که بعد از مثلا ساعت‌های کاری نزد شما بیان با همین گروه شما همراه شوند؟ راستی پس از همین آزمون جمهوری ترکستان وطن عزیز من که از طرف پیشوای معظم ملت راه‌اندازی گردید، حتی دانشجویان بیرون از نوبسته اونها که صنعتکار نیستند، صنعت دوستداران زیادی هستند که نزد ما برای تمرین میآیند. کمک میکنید شما؟ بله. عجیب. حتما. زیاد هستند؟ بله. امروز در برنامه ما فقط شما سرودهای کلاسیک اجرا کردید. خب میشود به طور زنده از مهارتی مثلا آوازخوانی اکادمی شما واقف کردیم. چیزی رو باشد. زمزمه کنید. پایتخت کشوری آزادگان، پایتخت کشوری خلقی بهار، پایتخت کشوری بدارها، رمز وحدت رمز صلح پایدار. این دوشنبه ایمان است، قلب دایم در خروش میهن است، قلب دایم در خروش میهن است. تشکر. و همین آوازخوانی اکادمی به صحنه برآمدن و طرز اجرا و حرکت‌های خاص نیز دارد، نه؟ بله. این رو مخصوص می‌آموزانند. مثلا وقتی که اجرا می‌کنی باید سینه فراخ باشد، بله. یکم تنتن باشد، همین گونه. بله. این رو در وقت آوازخوانی اکادمی یک بله در وقت درس نیز می‌آموزانند. آوازخوانی اکادمی یک نازکی خود را دارد که نشسته خواندن مشکل است. مشکل است، بله. باید حتما تو چرا مشکل است؟ یعنی باید نفس بله دیافراگما با زبان دیافراگما میگم باید که نفس‌ها بسیار پرقوت کرده شوند. با رزوناتورهای سر با همش باید نازکی خود شده. قوای زیادتر ساخته می‌شود. با قوه خوانده میشه. چرا مثلا بعد از ختم و شما که 3 سال در رشته آوازخوانی اکادمی خوانده بیشتر به آوازخوانی اکادمی تمرکز کردید؟ یعنی کمتر به ژانر کلاسیک توجه میکنید امروز بیشتر میخواهید که خب مثلا آوازخوانی اکادمی و من در ژانر اکادمی فعالیت بیشتر داشته باشه؟ من روزیگه همه نمود، همه صنعت رو دوست میدارم، همه صنعت رو گوش میکنم. انا سرودهای آذربایجانی، مقامهای آذربایجانی، مقامی که انا ایران اجرا می‌نمایند من همه‌اش رو گوش میکنم. اما آوازخوانی اکادمی با من نسبت این موسیقی باز مخالفتر است. هم نزدیکتر است، هم هیچ تصور نمی‌کردید که در این ژانر موفق می‌شوید و به این ژانر اکادمی میرید؟ من همین گونه در ذهن شما بود که یک وقت رو به آوازخوانی اکادمی میارید، چون شما 6 سال در مثلا موسیقی کلاسیکی را از خود کردید. نه راستیگه من در ذهنم نمی اومد. من تنها می‌خواستم که آوازخوانی عنعنوی را از خود نمایم خلاص. فقط در همین ژانر موفق بله. وقتی که درباره آوازخوانی اکادمی وقتی دانشجو شدیم معلومات گرفتیم
انا من فهمیدم که چقدر صنعتی بزرگ است، صنعت جهانی است. بله بله. جهانی است. من خواستم که از خود نمایم. بله. و هستن و حال هم باشد، حال با آموخته استادم، حال باید که بسیار کار کنم روی خود، حال با آموزش خود را دوام داده استادم. بله. هستن دانشجویی که در دانشگاه به همین ژانر موسیقی رو آوردن و از شما تمرین میگیرن و من در پیش شما درس میخوانم. بله هستم. خوب هستن. بله. فعالیتشون مهارتشون چگونه است؟ نسبتاً کمتر هستند، چون که در بالا قید نمودم انا بسیارتر به همین سرودهای استرادی رو آوردگی هستند، بسیار به سرودهای عنعنوی، برای اون که قوه زیاد صرف می شود. آوازخوانی اکادمی هر کس را نمیتواند، برای اون که بسیار یک آوازی انا با قوت لازم است. جهت جسمانی نیست، باید بله. جسم تن با قوت. شما اگر اهمیت داده باشه آوازخوانی که مثال در اینا جهانی هستند، در ایتالیا، در روسیه، در دیگر آوازخوانی اکادمی در نظر دارم، همش اگر اهمیت داده باشن بزرگجوسته هستند. بله. برای اینکه باید قوه زیاد لازم است. بسیار قوه بله. اجرا کنند، خیلی صدا بلند باید بله. باشد. خب عجیب، تشکر زیاد که به برنامه امروزه فضا تشریف آوردید. یک صحبت عجیب داشتیم اطراف ژانرهای موسیقی با شما و ترانه‌های دلنشین نیز پیشنهادی ما گردانیدید و در انتهای برنامه باز چه دستاویز دارید؟ در انتها یک سرودی وطن داریم. انا متنش از عزیز افضلزاده، آهنگ رو شما ایجاد نمودم، پیشکش شما میگردم. خب تشکر زیاد. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یادآور میشم که مهمان امروزه برنامه ما آوازخوان جوان، آموزگار دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترسنزاده قابلجان شریف بودند که شما شاهد اجرای ترانه‌های دلنشین ایشان نیز گردیدید و همینجا برنامه ما با یک ترانه دلنشین به اتمام میرسد. تا دیدار دیگر، سربلند باشید. اگر هرچی سخن گویم همیشه از وطن گویم، چو بلبل در چمن گویم وطن گویم، وطن گویم، چو بلبل در چمن گویم وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم. روزی گرمی و سردی، با روزی سختی و مردی، با روزی نیک و همدردی، وطن گویم، وطن گویم، با روزی نیک و همدردی، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم. اگر روزی روم کیهان ببینم کشته دهقان، قسم بر زاده انسان، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن گویم، وطن را جان من گویم، دل چون در بدن گویم، بهاری من
زن گویم وطن گویم وطن گویم وطن گویم وطن گویم وطن گویم وطن گویم